قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 72. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13، دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. کسب و هنر در عصرهای 11-12. مرکز اساسی کسب و هنر و تجارت شهر بود. کسب و هنری شهری آن وقته اکثراً به توسط معلومات و مدرک‌های باستانشناسی آموخته شده است. باستانشناسان بیش از همه دایر به تولید مصنوعات کلاری و شیشگی معلومات به دست آوردند. برای عصرهای 11-12 قبل از همه به درجه خیلی زیاد افزودن حجم استحصال مصنوعات کلاری و در عین زمان به خود شکل‌های قالبی گرفتن آنها خطرناک است. در استحصال ظرف‌های سری دسترخوان موقع کلان را کاسه و طبق‌های بی‌سیر ولی پرنقش و نگار اشغال می‌نمودند که این هم جهت خاصی پیشه کلاری آن وقت می‌باشد. ظرف‌های سیرداده شده هم در عصرهای 11-12 به طور وسیع پهن گردیده بودند. آنها را در چنین گوشه‌های دوردستی کوهستانی آسیای میانه که در عصرهای 9-10 از این قبیل ظرف‌ها اثری نبود و یا خیلی کمیاب بود دچار آوردن ممکن است. دیگر تغییرات‌هایی هم که آلات کلالی عصرهای 11-12 و ابتدای عصر 13 را از دوره‌های پیشینه فرق می‌کنند به عمل آمدند. استحصالات کلالی عصرهای 11-12 هم از نقطه نظر تکنیک و تکنولوژی هم از نقطه نظر شکل و آرایش خیلی خوب آموخته شده است، زیرا باستانشناسان ظرف‌های منسوب به این دوره را در خرابه‌های تمام شهرستان‌های آسیای میانگی به مقدار زیادی پیدا نمودند. در یک قطار محل‌ها آثار استحصالات مشاهده گردیده، کوره‌های سفالپزی، قالب‌های نقش پرتایی و اسباب‌های مخصوص کوره، آویزه و جایگاه ظرف، سیپایه برای از هم جدا کردن ظرف‌ها و غیره یافته شده. ظرف‌های سیر داده شده در استحصالات موقعی اساسی داشتند. بیشتر سیری سیاه چرنگی شفاف و مثل پیشتره خیرتاب به کار برده می شد. از بین سیرهای غیر شفاف خصوصا سیری فیروزفام خوشصفت و زیبا که در وقتهای آخر پیدا شده بود بیش از پیش مورد استفاده قرار می گرفت. در برابر شکل‌های کهنه ظرف‌های سیردار شکل‌های نوی تکمیل یافته نیز به وجود می آمدند. چنانچه اگر در عصرهای 9-10 چراغ‌ها روغندانی مدور و نوگی کوتاه داشته باشند، در عصرهای 11-12 در برابر این شکل چراغ‌های پیدا می شوند که روغندان آنها رخدار، نوگشان تراشیده و درازتر است. در وقتی میناکاری ظرف‌ها مثل پیشتره با خطهای هندسی، نقش‌های نباتی، تصویر موجودات زنده خصوصاً پرندگان آرایش می‌یابند. زمینه نقش و نگاری ظرف‌ها اکثراً صاف و بیرنگ بوده، رنگ‌های نارنجی و سیاه نیز وسیع کار فرموده می‌شوند. رنگ تصویرات خیلی گوناگون، سیاه و سفید، قهوه‌گی و سرخ، سبز و زرد، کبود و نیلوفری است. در آرایش ظرف‌ها تمام کامیابی‌های زمان گذشته استفاده شده، در عین زمان آنها تغییر و تکمیل هم یافتند. نوشتجاتی از حد زیادی خیریت خواهانه و پندآمیز از بین رفته
جای آن را نوشتجاتی مختصر می گیرد که حتی از یک کلمه عبارت بوده این کلمه چندین بار تکراراً ثبت می گردد. نقش های کتیبوی به وجود می آیند که از شکل های زیبای حروفی فراهم آمده یگان معنی را افاده نمی کنند و خوانده هم نمی شوند. در تصویر موجودات زنده نیز علامت های رمزی به نظر می رسند. مثلا تصویر مرغان که از قدیم در آرایش ظرف ها استفاده می شوند خیلی سطحی می باشد. اکثر وقت حتی صورت مرغ پره آورده نشده، فقط قنات آن تکرار به تکرار تصویر می گردد. نقش های هندسی و نباتی نیز گوناگون می باشد. دو طریقه این نقش ها دیده می شود. یکی نقشی است که فقط یک قسمی روی ظرف را فرا گرفته در زمینه فراخ پهن می گردد و عادتاً زمینش سبز یا زرد رنگ می شود. دیگری نقشی است که تمام روی ظرف را پوشیده در زمینش یگان جای خالی نمی گذارد. بسیار نقش و نگارهای تازه و رنگ و بارهای نو پیدا می شوند. مثلا نقش هایی که با خطهای نفیسی سفید، سیاه و نارنجی در زمینه قهوه رنگ کشیده شده اند نهایت درجه نظر ربایند. در عصرهای 11-12 سفالات کاشینی تیار کرده می شد. سفاری آن سفید و یا اندکی پشتی رنگ، مورد، زود شکن و کاواک بود. بروی آن لعاب کبوتچه و یا نیلابی می دوانیدند. در دیوارهای تنوک آن سوراخچه های گرده 3 کنجه یا خود 4 کنجه می کشادند که پس از سیر دادن همچون نقش های زیبا دقت را به خود جلب می کرد. ظرف های سفاری تنوکی بیسیر و پرنقش و نگاری عصرهای 11-12 خیلی هنرمندانه ساخته شدند. اکثر این ظرف ها از کوزه های دهنتنگ گوناگون شکل و گوناگون حجم عبارتند که تنه آنها گاه گرد یا مرود شکل و گاه مثل فلوز پیچ و خمدار می باشد. برای نقش و نگاری کوزه از واسطه های تکنیکی نیز استفاده بردند. چنانچه قسم های بالا و پایین کوزه و بعضا دهن آن را هم در درون قالب های نقشین ساخته سپس همه این قسم ها را به هم وصل می کردند. همچنین به واسطه قالب های مخصوص در روی ظرف های تیار هر گونه صورت و نقش ها می پرتافتند. در آرایش آلات سفاری باز دیگر واسطه ها نیز به کار برده می شده. نقش های هندسی و نباتی، کتیبه، تصویر حیوان، مرغ، ماهی، آدم و هر گونه مخلوقات خیالی ظرف های ظریف زیوری آن وقت را زیب و آرا دادند. تصویرات روی این ظرف ها به طور گوناگون ترتیب یافتند. یکی از اصولهای معمول خطهای تسمه شکلی است که در داخل یک کتیبه دیگری نقشهای مرکبی نباتی و سیومی صورت حیوان جای گرفته است. آفتابه میسی کتیبه‌داری با نقشهای پرنده و حیوانهای بالداری افسانوی آرایش یافته محصول کاری استاهای عصرهای 11-12 می باشد. تا حال در حدود اتفاق سویتی 10 عددی آن پیدا شده است که 6 تاش از مضافات اوراتیپه می باشد. قیمت ظرفهای میسی و برنجی نه تنها در آرایش آنها و صنعت کاری استاهاست، این چنین در آن است که در روی بعضی آنها نام استاها ثبت گردیده‌اند. تمثال درخشانی ترقی کسب و هنر در عصرهای 11-12 مصنوعات شیشگی است. در این دوره مخصوصاً شیشه تریزه خیلی معمول و مستعمل بود. در بسیار محلها از جمله در خرابه های شهرستان قدیمه مرو، یک قطار موضع های خوارزم و فرغانه، در شهرستان عصر میانگی تراز و غیره آثار این نوع شیشه آلات دریافت گردیده است. شیشه های آن وقته اکثراً بی رنگ بوده، قبل از همه به مقصدهای عملی در تریزه استفاده می شده. گاه شیشه های همواری رنگین نیز دچار می آیند که یقیناً برای آرایش به کار می رفتند. در این بابت قصر حاکمان ترمیز جالب دقت است. در پنجره های این قصر
پاره‌های ظرف شیشگی رنگین چیده شده‌اند که روشنی را کمتر گذرانند هم با نقش‌های رنگ و برنگ خود بنا را زیب می‌دهند. چنانکه از مشاهده‌های باستانشناسان برمی آید، در عصرهای 11-12 تولید شیشه آلات نسبت به دوره‌های گذشته خیلی افزوده، مصنوعات شیشگی به زندگانی مردم بیشتر وارد گردید. آثار استاخانه‌های شیشه سازی منسوب به این دوره در خرابه بسیار شهرستان‌های عصر میانگی یافت شده است، ولی نمونه‌های خود شیشه آلات عصرهای 11-12 در تمام محل‌های آسیای میانه پیدا گردیدند. استحصالات ظرفسازی مثل پیشتره موقعی اساسی داشت. در ساختن ظرف‌های شیشگی برابر شیشه‌های بیرنگ و یا اندک زردچرنگ، شیشه‌های رنگین، سبز، کبود، نیلابی و قهوگی هم به کار برده می‌شدند. انواع ظرف‌ها نیز نظر به زمان پیشین زیاده تر گردید. در استحصالات ظرفسازی هم مثل کلاری شاید خصوصیت هر محل نقش خود را گذاشته باشد، اما در این بابت حالا به یقین چیزی گفتن دشوار است، لیکن یک تمایل به طور روشن به نظر می رسد. بعضی شکل و نوعهای ظرفهای شیشگی از قبیل کاسه و طبق، جام و قده، کوزه و سبو و شیشه‌چه های عطریات و ادویات مقداراً زیاد بوده در همه جا وامی خورد. اکثر ظرفها به نقش و نگار است، ولی ظرفهای زیوری هم کم نیستند. ظرفها را به وسیله در لوله‌های مخصوص دم کردن و به قالب‌های نقشین ریختن شیشه آرایش می‌دادند. در آرایش ظرفها همچنین واسطه‌های مرکب‌تری تکنیکی مثلا کندکاری نیز استفاده می‌شد. خصوصاً ظرفهای شیشگی نقشداری هولبوک تاجیکستان جنوبی و قوه فرغانه خیلی هنرمندانه ساخته شدند. مدالیون های شیشگی تیرمیزی که در آنها صورتی پرندگان، حیوانات و سواره ها کشیده شده کتیبه های خطی کوفی ثبت گردیده اند نیز جالب دقت می باشد. مصنوعات شیشگی به ضرورت های گوناگون کار فرموده می شدند. قسمت بیشتری آنها را ظرف های طعام، دارو و عطریات، اسباب روزگار، دوات، توبک و غیره، آلات مختلف زینتی خصوصا شده، شیشه تریزه و امثال اینها تشکیل می کردند. احتمال ظرفهای کیمیاگری هم بسیار باشند، ولی متاسفانه اکثرا سنه آنها ذکر نشده است. عمومی و همه‌جایی بودن استحصال ظرفهای شیشگی و حتی شیشه های تریزه، گوناگونی انواع ظرفها و در عین زمان یک رنگی شکل‌های اکثری آنها، استفاده طرزهای ثمره بخش و در برابر آن کم زحمت و ارزانتری زیوربندی، این همه دلیل آن است که شیشه سازان عصرهای 11-12 نظر به عصرهای 9-10 به دایره وسیع‌تری خریداران خدمت می کردند. در کسب و هنر اهل شهر موقع نمایان را استحصال آلات فلوزی اشغال می نمود. مثلا محله آهنگران در ترمیز بیش از 5 هکتار مساحت داشت. در برابر ساختن اسباب‌های روزگار، آلات استحصالات و اسلحه‌جات، مقدار زیادی مصنوعات نفیس هنری، دیگچه، قلمدان، چراغ و غیره که با کتیبه ها و تصویرات گوناگون آرایش یافته‌اند نیز تیار کرده می شدند. چنانچه قلمدان میسی در آسیای میانه یافته شده از همین قبیل مصنوعات به شمار می رود که با نقره خاتم کاری شده، روی آن را کتیبه، نقش و نگار و صورت مرغان زینت می دهند. در یکی از کتیبه ها 12 اپریل سال 1148 از طرف استا عمر ابن فضل ساخته شدن آن ذکر گردیده است. در بخارا دیگچه خیلی زیبای برنجی با میس و نقره خاتم کاری شده که ماه دکبر سال 1163 با دست استای مصور مسعود ابن احمد و استای کندکار محمد ابن عبدالواحد هراتی ساخته شده است پیدا گردید.
در روی این دیگچه پادشاه تخت نشین، بازی، شکار، رقص و صحنه‌های دیگر تصویر یافته است. در لغمان، وادی وخش، گنجینه مصنوعات خیلی خوبی برنجی که منسوب به همان عصر هاست کشف کرده شد. در این دوره استخراج معدن دوام نموده، کانهای سیرشمار در عین استفاده بودند. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرهخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. معاملات پول. ترقیات قوه‌های استحصال کننده بیش از پیش، جدا شدن کسب و هنر از خواجگی قشلاق، انکشاف من بعده استحصالات مالی، علاقه نزدیک با قبیله‌های بادیه نشین باعث رواج داد و گرفت در داخل دولت‌های آسیای میانه و با کشورهای همجوار گردید. در این خصوص چی مدرک‌های باستانشناسی خصوصا در قسمت خیتای و ایران و چی منبع‌های خطی گواهی می‌دهند. مدرک‌های فراوان سکه شناسی از موجودیت مبادله پولی دلالت می‌کنند. از عصر 11 تا ابتدای عصر 13 در سرزمین آسیای میانه سکه‌های ضربی دولتچه‌های گوناگون وابسته به داخل شدن آنها به هیئت ناحیه و ولایت‌های جداگانه آسیای میانه رایج بودند. سکه‌های غزنوی و سلجوقی عادتاً در ناحیه‌های جنوبی آسیای میانه، اولی در تاجیکستان، دومی در ترکمنستان جنوبی بیشتر دچار می‌آیند. اکثراً در حدود قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان شمالی سکه‌های قرهخانی وامی خوانند. سکه‌های خوارزمشاهی محمد ابن تکیش را در سراسر آسیای میانه پیدا کردن ممکن است. معاملات پولی آن وقت را می توان با دو خصوصیت اساسی آن توصیف نمود. یکی این است که اهمیت پول طلا در این دوره نسبت به زمان گذشته خیلی می افزاید. درست است که این پول را مثل پیشتره با برکش قبول می کنند، ولی رول آن همچون واسطه معاملات افزونتر می گردد. پول طلا در اکثری شهرهای آسیای میانه برآورده می شود و آن به بازار راه می یابد که پیش این طور نبود. دیگر خصوصیت سکه های آن وقته آسیای میانه با حادثه ای که بحران پول نقره نام گرفته است علاقمند می باشد. از عصر 11 در دولت های شرق ایاری پول نقره با پایین رو می نهد و در بعضی موردها وزن آن کم می شود. درهم های کم ایار دیگر به اروپای شرقی برآورده نمی شوند. حدود گردش آنها تنگ شده، همچون پولی کم ارزش فقط در داخل دولتی که آنها را برآورده است گردش می کنند. جریان تنزل پول نقره در هر دولت به طور گوناگون صورت می گرفت. مثلا در دولت غزنویان این حالت نسبتاً سست‌تر به عمل می آمد. سلطان محمود غزنوی و پسری او مسعود از هندوستان چنان ثروتی به غارت برده بودند که چند مدت قربی پول نقره را نگاه داشته توانست. در سکه آنها 70-76% نقره خالص موجود بوده. درهم های پر ایاری که 95% نقره داشتند هنوز رایج بودند. اما در خود همین وقت درهم های قرهخانی ضربی نواحی جنوبی آسیای میانه همگی دارای قریب 20% نقره بودند. در فرغانه میانه های عصر 11 که تحت نفوذ قرهخانیان شرقی واقع گردیده بود، درهم های تماما بی نقره برآورده می شدند. این قبیل درهم ها از آمیزش مس و سرب ساخته شده حتی در معاملات عددی محروم بودند. درست است که بعدتر سردار دولت قرهخانیان غربی ابراهیم تمغاج خان فرغانه را ضبط نموده پولهایی برآورد که در ترکیب خود به حساب میانه 20% نقره داشتند، ولی این هم دیر دوام نکرد. در عصر 12 قرهخانیان درهم های میسی با ورقه های تنوک نقره روکش شده را برآوردند. علاوه بر این
در آسیای میانه درهم‌های میسی از دوره گذشته میراث مانده نیز موجودیت خود را در معامله دوام می‌دادند. همه این سکه ها در دایره گردش پول نقره عمل نموده، ظاهراً در تجارت پول نقره حقیقی را عوض می‌کردند. بنابراین قوه خرید و نرخ مقرری آنها از ارزششان بالاتر بود. بعضی محققان قدری پیشتر از این به اروپا گذشتن نقره و کمیاب شدن این فلوس قیمت‌بها را سببگار بحران پول نقره دانستند. این البته عامل خیلی مهم است، ولی به سر خود باعث شکست پول شده نمی‌تواند. در دیگر دوره‌ها هم در صورت موجود بودن چنین ذخیره نقره سکه‌های پرعیار می‌برآوردند. فقط مناسبت آنها با طلا و قرب آنها تغییر می‌یافت. در این مورد محض ترقیات پراوج شهرها، استحصالات مالی و تجارت پولی چنین مقدار پول یعنی واسطه معاملات را طلب نمود که آن را به وسیله ضرب سکه های کامل عیار قانی کردن از امکان بیرون بود. طلبات افزوده بازار از یک طرف حرکت طلا را زیادتر نماید، از طرفی دیگر به برآوردن پولهای کم عیار وادار می کرد. به هر وسیله بیشتر پول برآوردن لازم بود. از این توصیف خواجگی پولی عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13 مناسبت‌های خیلی با رونق مالی و پولی آن وقته روشن می‌گردد. اگر در این مورد به مناسبت‌های مالی و پولی کشیده شدن گوشه‌های دوردست از آن جمله نواحی کوهستان به نظر گرفته شود، در تاریخ انکشاف مناسبت‌های مالی و پولی آسیای میانه عصر میانگی تا چه اندازه موقعی خاصه داشتن دوره تحقیق کرده ایستاده ما عیان می‌گردد. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرهخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. مدنیت عصر 11 ابتدای عصر 13 بناکاری، معماری و هنر عملی. از عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13 مقدار زیادی آثار معماری محتشم تا زمان ما آمده رسیده است. این البته بی سبب نیست. اگر تعداد این بناهای تاریخی با معلومات راجع به ساختمان قصرها، مسجدها، حمامها و غیره مقایسه کرده شود، آوان اوج بناکاری بودن دوره مورد تدقیقی ما معلوم می گردد. ضمناً این یکی از تظاهرات و دلیل‌های رشد و ترقی شهرها. استحصالات مالی، تجارت، ترقیات قوه‌های استحصال کننده، پیشرفت عمومی اقتصادیات می باشد. ولی این دوره نه فقط با مقدار عمارت‌ها بلکه با رونق من بعده افکار معماری، اصولهای نوی نقشه‌کشی و طرح‌ریزی و کامیابی‌های ساحه آرایش بناها شایان توجه است. در ساختمان با شکوه این دوره خشت پخته نسبت به پیشتره موقع کلانی را اشغال می نماید. در عین زمان مصالح بناکاری پیشینه از قبیل پاخسه و خشت خام علال خصوص در عمارت قلعه، کوشک و قصرها به طور وسیع استفاده می شود. گاه در بناکاری هم خشت خام و هم خشت پخته را در یک وقت به کار می برند. مثلا دیوار بنا را از خشت خام و گنبد آن را از خشت پخته می سازند و یا دیواری از خشت خام ساخته شده را با خشت پخته روکش می کنند. نمونه خیلی جالبی چنین ساختمان قلعه بالای ریان اصفهان تاجیکستان می باشد. این کوشک قلعه که در عصرهای 6-8 بنا یافته در عصر 10 خراب گردیده بود، در عصرهای 11-12 دوباره تعمیر و خیلی مستحکم کرده شد. هنگام تعمیر خشت خام و پاخسه را استفاده نموده با خشت پخته در محلول گچ خوابانده شده روکش کرده اند. سیستم مدافعی اوله
عصرهای 6-8 با ساختن 2 مناره راستکنجه در طرف درآمدگاه شرقی قلعه باز هم قوی تر کرده شد. در عصرهای 11-12 آن از یک خانه کلان رسمی، حوریچه و 2 قطار خانه های درون به درونی همدالان عبارت بود. بالای خانه ها را گنبدهای از خشت خام ساخته شده می پوشیدند. این را می توان انکشاف ایجادی طرح معماری زمان گذشته نامید. دالان عمارت همچون حولیچه چراغان مسئله با روشنایی تأمین کردن خانه ها را حل می نمود و هر خانه از پنجره در یا خود از تریزه بالای آن روشن می شد. باید قید کرد که از قلعه شیشه مسطح تریزه منسوب به آن زمان یافت شده است. آن وقتها دیگر وسیله و ضرورات زیست نیز وجود داشتند. در صحن صوفه چاه‌های عمیقی برای ریختن اخلاط و پرتاب‌ها کنده بالای آنها را با خشت خام مستحکم می کردند و روی آن را با سرپوشی چوبی گلندود می پوشیدند. در این دوره ساختمان قصرها خیلی وسعت یافت. قصرهای حاکمان ختلان، ترمیز و امیران غزنوی که از طرف باستانشناسان در هلبوک جنوب تاجیکستان، ترمیز، حوالی غزنه و لشکری بازار کشف شده اند در این باره گواهی می دهند. قصر هلبوک در درون ارک شهر واقع گردیده است. این موقع بسیار خصوصیت های آن را معین می نماید. قصر در روی صوفه بلند ساخته شده از مجموعی مرکب بناهای رسمی، اقامتی و خواجگی عبارت است. وی اساساً از پاخسه و خشت خام ساخته شده، در بعضی جایها در روکش طاق و دیوارها به کار برده شده است. از وسایط زیست تشناب و چاه خاکروبه گنبدچه‌دار مانند قلعه بالا و سیستم گرم کننده منزل را که از زیر عمارت گذرانیده شده است می توان نام برد. قصر آرایشات فراوانی دارد، خصوصا جایهای کندکاری آن که از نقش و نگاری هندسی و نباتی و کتیبه های عجایبی فراهم آمده است خیلی جالب دقت می باشد. در بسیار قسمت های این نگاریشات رنگ و باری آن محفوظ مانده است. به جایهای کنده شده رنگ های نیلابی و سرخ داده اند که خیلی نظر ربا بوده از ذوق بلندی هنرمندان آن زمان گواهی می دهد. استاهای گلدست در وقتی به فرش خانه پرکیتوار چیدنی خشت‌های پخته نیز خیلی هنرنمایی کردند. این قصر موجودیت خود را در دوام عصرها نگاه داشته بارها تعمیر و ترمیم یافته است. در عصر 11 قسم جنوبی نسبتاً بلندتری آن از مجموعی عمارت‌های عبارت بود که با 2 دالانی وسیع طاقدار 4 تقسیم می‌شد. گروه عمارت‌های شمالی قصر قدری پایین‌تر واقع گردیده آن را راهروی که به یکی از دالان‌های طاقداری قسم جنوبی می‌برد بریده می‌گذشت. шумо гуфтори 72-юмро аз рӯи китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқулов хонд, коргардон Шералӣ Нағзалӣ.